شهرزاد ماماجانوف معروف با تخلص عبدالرحمن 09 یک بلاگر تاجیک مقیم آلمان که در ویدیوش از حکومت امروزه تاجیکستان انتقاد میکند روز 4 فوریه به پایگاه خبری بامداد خبر داد که روز 3 فوریه مادرش شایده ماماجانووا را به شبه مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در شهر وحدت دعوت کردند و او تا حال به خانه برنگشته است. چند هفته پیش تلفن مادرم را برای تفتیش مکاتبه هایش با من گرفته بودند. روز 2 فوریه زنگ زده گفته است که فردا اومده تلفنت را گیرید. مادرم روز 3 فوریه برای گرفتن تلفنش رفته و با همین تا امروز از او خط و خبری نیست، نقل کرد عبدالرحمن. او افزود که خویشاوندانشان برای به دست آوردن یگان معلومات به شعبه ششم شهر وحدت رفتند ولی کسی را پیدا نکردند که درباره کجا بودن مادرش خبر دهد. روز 3 فوریه به پدر عبدالرحمن در شعبه ششم گفتند که همسرش اینجا نیست. مقامات خبر بازداشت شایده ماماجانووا را تا حال شرح ندادند. شایده ماماجانووا که در بیمارستان شهر وحدت به حیث همشیره طبی کار میکرد در اول ماه ینور سال 2020 از کار رانده شد. مسئولان بیمارستان اون وقت گفتند شایده ماماجانووا عریضه نوشته با خواهش خودش از کار رفته است، ولی خود او گفت قبل از برکناری چند دفعه برای بازپرسی به شعبه کمیته دولتی امنیت ملی دعوت شد و سردختر بیمارستان نیز روی راست برایش گفته است که با خواهش خودش عریضه نویسد. بچه‌تان مقابل حکومت گپ زده است، چون این قانون است که در کارخانه دولتی کار کردن شما ممکن نیست، یگان جای کار دیگر یابید، گفته سردختر به مادر بلاگر. عبدالرحمن در صحبت با بامداد گفت ماه گذشته پسر عمکش و شوهر خواهرش را هم برده برای فعالیت‌های او بازپرسی کردند و گفته بلاگر از جمله دامادشان را مذمت کردند که چرا با خائن دولت خویش تباری کردیم. او میگوید همین طور مادرش را پیوسته به مقامات دعوت کرده طلب میکردند که به پسرش فشار آورده او را از ادامه تنقید حکومت منع کرده به تاجیکستان برگرداند. تعقیب خویشاوندان فعالان اپوزیسیون و دیگر اندیشان موضوعی است که مقامات تاجیکستان برای آن پیوسته از سازمان‌های بین المللی حامی حقوق تنقید می‌شنود، ولی مقامات جای داشتن کدام معرکه حساب شده تعقیب خویش و تبار منتقدان حکومت را رد می‌کنند و می‌گویند که آنها در تاجیکستان آزادانه کار و زندگی دارند. عبدالرحمن 09 25 سال داشته از سال 2016 در آلمان زندگی می‌کند و در یک دانشگاه خصوصی و در شهر دوسلدورف اختصاص برنامه‌سازی و تهیه سامانه‌های اینترنتی را می‌آموخت. او با ویدیوهایش در موضوع منع حجاب در تاجیکستان معروفیت پیدا کرده. عبدالرحمن 09 در ویدیوهای خود اساساً صحبت‌هایش با مقامات گوناگون حکومت تاجیکستان از جمله با نوبدار تلفن باوری وزارت کارهای داخله، یک نماینده کمیته دولتی امنیت ملی، نماینده کمیته دین و حتی با نماینده دستگاه پرزیدنت و همین طور با دیگر بلاگرها پیرامون مسئله منع پوشیدن حجاب در تاجیکستان را نشر می‌کرد. ولی وقتهای آخر او در چند ویدیو از جنبش طالبان پشتیبانی کرد و حتی گفت عزم دارد از اروپا به امارت اسلامی رژیمی که طالبان در افغانستان جاری کردند بکوچد.